الحمدلله لطفی الله متعال خدمتتان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان شبکه جهانی وصال حق و شنوندگان رادیو اینترنتی پیام اسلام، خدمت تک تک شما دوستان و عزیزان و روزداران در 21مین روز ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که صحتمندی و سلامتی و شادکامی قرین حال همه شما عزیزان باشد و توفیقات الهی در این روزهای مبارک شامل حال همه ما و شما باشد. عزیزان گرامی، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های لحظه های آسمانی در این لحظات واقعا آسمانی محضر شما هستیم با موضوع دیگر از موضوعاتی که خدمت شما عزیزان تهیه دیده شده است. در این برنامه ان شاء الله پیرامون هنر رسیدگی به پدر و مادر اشاره خواهیم کرد. در این شکی نیست که دین مبارک اسلام آمد تا بشریت را از تاریکی های جهل و نادانی به سوی روشنایی ایمان راهنمون کند و زندگی سعادتمند و خوشبختی را برای ایشان فراهم کند. و یکی از رموز خوشبختی و سعادتمندی در زندگی حق دانستن حق خود و حق دیگران است که در پیشاپیش آن ادای حق الله تعالی و بعد از آن ادای حق والدین است. در این برنامه پیرامون شناخت حق والدین و رسیدگی به این دو موجود ظریف که در هستی مانند و نظیر آن را تا حال کسی سراغ ندارد صحبت میکنیم و جناب دکتر نور محمد عمرا در این برنامه همراه با ما و شما هستند. و من قبل از اینکه شما مشتاق صحبت‌های بزرگوار باشین، من خودم شخصا مشتاق شنیدن صحبت‌های جناب دکتر به ویژه در ارتباط با پدر و مادر هستم. جناب دکتر، در آغاز برنامه اجازه بدین که خدمت شما عرض سلام و ادب داشته باشم از طرف خودم و از طرف بیننده ها و از طرف شنونده های عزیز و گرامی. خیلی خیلی ممنون استاد سرخیر بزرگوار. حقیقتش بنده بسیار خوشحالم که خداوند فرصتی داد تا در خدمت شما عزیز بزرگوار باشم، گرچه که ظاهرا روزه شما رو خوب در این روزهای گرم هم خوب اذیت کرده. در هر حال خیلی خوشبختم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز باشم و عرض ادب و سلام دارم خدمت تک تک شما بینندگان شبکه جهانی وصال حق و تک تک شما شنوندگان رادیو جهانی پیام اسلام و امید هست که انشاءالله بتونیم در این لحظات آسمانی ساعات خوب و نیکی رو با هم سپری کنیم و عرض ادب و سلامی دارم که البته بینندگان عزیز و شنوندگان محترم اگر لطف کنن این رو به دوستانی که در اعتکاف نشستند برسانند و از این بزرگواران هم برای ما دعا طلب کنند و عزیزانی که فرصت یا مهیا نشده است که به اعتکاف بشینند، حداقل سری که به معتکفین میزنید و به مسجد میزنید این لحظات رو نیت اعتکاف یادتون نره. اعتکاف جزئی هم داشته باشیم
بهتر از این است که از رحمت و این فضل اعتکاف محروم بمونیم. در خدمت شما هستم استاد. تشکر جناب دکتر. اگر اجازه بدین من در آغاز برنامه یک چند بیت از ابیات اختیار کردم خدمت بسیار خوب، بسیار، البته با لحن زیبا بیننده ها و شنونده ها زمزمه میکنم و مخصوصا ما کسی استم که البته دو موجوده که در زندگی ما و باعث وجود ما در دنیا هستند را ندارم، از دنیا رفتند، اما به دیگران توصیه میکنم که از وجود نازنین پدر و مادر استفاده کنند و راه رسیدن به بهشت و راه رسیدن به جنت را برای خودشان هموار کنند. استاد اگر اجازه بدید من یک مداخله‌ای داشته باشم در این سخنان بزرگوار شما، که هیچ وقت پدر و مادر یک موجودی هستند که خداوند متعال اونقدر به اونها مقام و منزلتی داده که هیچ وقت از زندگی انسان خارج نمیشن و هیچ وقت این فرصتی که به اصطلاح رسیدگی به اونها و رسیدن به بهشت از راه اونها از هیچ انسانی سلب نمیشه، چه اونها در زندگیشان باشند یا نباشند. حتی اگر بعد از این که رحلت کردند از این دنیا، هنوز اون فرصت برای ما باقی است که از راه اونها وارد بهشت بشیم، که اگر فرصت شد در طی برنامه اشاره خواهیم کرد. تشکر جناب دکتر. قرار بود که من در ارتباط به این موضوع حتی نرم و با شما نباشم، چون خیلی سخت است، خیلی گران است برای من که در ارتباط به پدر و مادر صحبت بکنیم یا پای صحبت دیگر را بشینیم. ای پدر ای همدم تنهاییم، ای پدر ای همدم تنهاییم، آشنای با غم تنهاییم، ای سپیدار بلند و پایدار، میبرم نام تو را با افتخار. هرچی دارم از تو دارم ای پدر، ای که هستی نور چشم و تاج سر. البته در ارتباط به پدر بود و در ارتباط به مادر که باید مقدم می بود متاسفانه نشد. ای مادر عزیز که جانم فدای تو، قربان مهربانی و لطف و صفای تو هرگز نشد. محبت یاران و دوستان هم پایه محبت و مهر و وفای تو. مهرت بیرون نمی رود از سینه ام که هست، مهرت بیرون نمی رود ز سینه ام که هست. این سینه خانه تو و این دل سرای تو. جناب دکتر، فکر کنم که اولین سوالی که من از شما باید بکنم است که بر احسان و نیکویی با پدر و مادر خود به خود در وجود انسان زرع میشه، خود به خود به وجود میآید، یا اینکه بذر نیکویی و احسان با پدر و مادر از طرف خود پدر و مادر در درون کودک کاشته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خیلی زیباست استاد ثقل عزیز که وقتی ما میبینیم که قضیه رسیدگی به پدر و مادر مال مثلا مسلمون ها نیست، مال بشریت است. نه تنها مال بشریت بلکه مال خلایق هست. رسیدن به پدر مادر این باید این نماد وفاست. خداوند متعال وقتی انسانی رو خلق میکنه اونو به مجموعه بسیار زیادی از نعمتها بر اون منت میذاره و بهره‌مند میکنه. از جمله مهمترین نعمتهایی که خداوند متعال به یک انسان میده، یک موجود میده، خلایق، موجود همون وجود اون هست، خلقت اون هست، نعمت وجود. بله. در کنار نعمت وجود مهمترین نعمت حمایت هست. بعد از نعمت حمایت نعمت هدایت هست. سبحان الله. نعمت وجود اینی که این انسان رو خداوند خلق میکنه. خب
خب در این وجود خداوند متعال خب واجد و خالق خداوند هست. بله. اما سببی رو خداوند مهیا میکنه که این سبب پدر و مادرن. پس نعمت وجود، در نعمت وجود پدر و مادر نقش دارن. بعد از اون نعمت حمایت هست. خب این کودکی که به دنیا اومده نیاز به چی داره؟ نیاز به حمایت و حراست داره. بله. اینه که خداوند متعال از رحمت خودش در قلب این پدر و مادر میذاره. ببینید از همه بشریت بیشترین رحمت و شفقت رو کی داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الخلائق به خلائق که هست. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فبما رحمت من الله لنت لهم. فبما رحمت یعنی یه رحمت، یک رحمتی که خداوند به پیامبر داد یک دونه است و خود خداوند ذوالرحمه است، الرحمن هست. همین الرحمن ذوالرحمه رحمتش رو میذاره در قلب پدر و مادر. ببینید در قلب پدر و مادر، حالا این پدر و مادر هر که باشن، هر چه باشن، گرگ باشد، شیر درنده باشد، پلنگ باشد، یا انسان باشد، یا گنجشک باشد، یا هر چی باشد، خداوند متعال رحمتش رو در همین میذاره. در همین مادر درنده گرگ پایش رو بلند میکنه تا بچهش بیاد شیر بخوره. از رحمت الهی است. وجود رحمت در قلب مادر این یکی از آیت‌ها و نشانه‌های عظمت و رحیمیت خداوند متعال است. خب این از خلقت و از حمایت. بله. در حمایت خداوند متعال این پدر و مادر رو گذاشت که این بچه رو بزرگ کنن. این نعمت حمایت. همین نعمت حمایت ببینیم یک مادر دیندار و با خدا یا یه مادر بی دین، بی اخلاق، بی مرام و بی همه چیز، یه مادر نمیدونم فرهنگی و دانشمند و تحصیل کرده، یا یک مادر بی سواد فلان و همه چیز، همه این مادرها در مقابل کودک مادرن. کودک گریه میکند، مادری که خودش ملکه کشور هست گریه میکند. مادری که نمیدونم یک مادر بسیار سنگدل است در مقابل کودکش گریه میکند و نرم دل میشوند. این نعمتی است که خداوند متعال به انسان میده. بعد از اون نعمت هدایت هست که مسیر زندگی رو مشخص میکنه. در نعمت هدایت که مسیر زندگی بر اون وابسته است، مسیر دنیا و آخرت، باز پدر و مادر نقش دارن. خداوند متعال هر انسانی رو بر فطرت خلق میکنه. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. این پدر و مادرند که اون رو مسیر رو براش مشخص میکنند، یا بر مسیر تقوا و پرهیزکاری و فطرت انسانی اون رو میذارن، یا به مسیرهای منحرف اون رو سوق میدن، دانسته یا نادانسته. پس اینی که پدر و مادر چه جایگاه بزرگی دارن در زندگی و در مسیر انسان. بعد از اون خود همین پدر و مادر، ببینید خداوند متعال جبلتاً، فطرتاً محبت فرزند رو در دل پدر و مادر قرار داد. حالا اگر پدر و مادر بچهشان رو دوست دارند، بهش رسیدگی میکنن، نمیدونم مواظب تحصیلش هستن، مواظب صحتش هستن، این جبلتاً وجود داره. خب هنر پدر و مادر در این نیست. حتی در این شاید هیچ اجری هم گیرشون نیاد. اگر نیتشون یک نیت درستی بکنن، بر اساس این نیت بهشون اجر میرسه، و الا یک چیز جبلی هست برش میرن. هنر پدر و مادر کجاست؟ هنر پدر و مادر یک مرحله بعد از این است. مرحله تربیت ایمانی، تربیت اخلاقی، تربیت علمی و دانشی که اون رو به خدا برسونه، تربیت جسمیش، تربیت جنسیش، تربیت اجتماعیش. همه اینها وظیفه است فراتر از اون جبلی. در مقابل جبلتاً بچه خلق نشده که پدر و مادر رو دوست داشته باشه یا بهش رسیدن. وظیفش هست. اینجا وظیفه است.
فرق است بین خداوند متعال میفرمایند و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند متعال امر الهی است، اولین و مهمترین چیز توحید پروردگار، یگانگی خداوند متعال. این رو اعتراف کردی، بعد از خدا و رسولش میاد پدر و مادر، قبل از همه خلایق، حق الله، قبل از همه خلایق. این پدر و مادر مؤمن هستند، کافر هستند، خوب هستند، بد هستند، این اصلا مطرح نیست. پدر و مادر هستند یا نیستند، این مهم است. اینی که یک انسان به پدر و مادرش برسه و به اونها نیکویی کنه و احسان کنه، در اون نیومده که پدر و مادری که مسلمون هستن، پدر و مادری که عالم هستن، پدر و مادری که خوش اخلاق هستن، پدر و مادری که نمیدونم درک دارن، شعور دارن. از اینا اگر بگذاریم جناب دکتر، حتی پدر و مادری که مسلمان نیستن، پدر و مادری که مسلمان نیستن، مشرک هستن، دشمن و صاحبهما فی الدنیا معروف. حضرت ابراهیم پدری داشت نه که مشرک بود، نه که بت پرست بود، بت تراش بود. خب ما اسم پدر حضرت ابراهیم رو نمیدونیم. چرا اسم پدرش رو نمیدونیم؟ چون که اخلاق ابراهیم اینقدر والا بود که هرگز به پدرش نگفت ای پدرم فلانی، یا ابتی، یا ابتی اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم که نکنه عذاب الهی شامل. یا ابتی، ای پدر جان، ای پدر جان. سبحان الله. پدرش میگه که برو گم شو، وحجرنی ملیا، برو گم شو، نمیخوام تو رو ببینم اصلا، برو از خانه بیرونش میکنه. میگه ساستغفر لک ربی، من بازم استغفارتو میکنم. و از عبدالله ابن زبیر وقتی که پدرشون وفات کردن میگه 1 سال از خداوند متعال تنها یک دعا میکردم، اللهم اغفر لی ابی، اللهم اغفر لی. 1 سال عبدالله ابن زبیر میگه برای خودم هیچ دعا نکردم، هیچ دعایی دیگه نکردم، هم مغمم این بود که برای پدرم دعا کنم. قضیه رسیدگی به پدر و مادر قضیه وفاست، قضیه وجود هست. این موجوداتی که سبب بودن که شما وجود بیایید، شما در این خلقت وجود داشته باشید، شما باشید، این پدر و مادرن. بعد از خداوند متعال اینها وسیله بودن. حالا این وسیله من موظف هستم که در مقابل اینها احسان کنم. ببین رحمت خداوند متعال بر ما چه هست. خداوند متعال فرمودن که وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. از ما برای خودش عبادت خواست. عبادت یک مرحله هست که مرحله اطاعت هست، با با انگیزه داخلی همراه با عشق و علاقه. ما عبادت بدون محبت نداریم. عبادت بدون محبت، ما که خداوند رو عبادت میکنیم باید با محبت باشه. عبادت اساسا چیز سختی هست، یه چیز خلاف میل هست که من در این روزهای گرم روزه بگیرم، در شبی که به اصطلاح خستم صبح زود بلند شم برم نماز بخونم، با آب سرد نماز بخونم، با آب گرم نماز بخونم، در همه چیز وضو بگیرم، همه اینا مشقت هست. بله. اما من این مشقت رو برای چی میکنم؟ چون یک انگیزه داخلی محبت الهی من رو به این طرف میکشونه. خب شاید این انگیزه داخلی محبت به وجود نیومد در پدر و مادر. پدر و مادری هستن که مشرکن، بد اخلاقن، نمیدونم 1001 بیماری دارن، بیماری نفسی دارن، بیماری اعتیاد دارن، فلان دارن، دهنشون همش فحش و ناسزاست. پدر و مادر هست، اگر نمیتونی دوستش داشته باشی اشکال نداره، اما و بالوالدین احسانا. جالب اینجاست که در همین آیه سبحان الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. شرک و اول توحید، دوری از شرک و از همه چیز، بعدشی و بالوالدین. و جالب اینجاست که خداوند متعال نمیفرماید و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و الی الوالدین احسانا، به سوی پدر مادر احسان کنید. نه،
و بالوالدین احسان. فرق چی است جناب دکتر اینجا؟ بعضی از مفسرین این به اصطلاح دقت لغوی اینجا رو احساس میکنن که میگن این بای التصاق هست، بای چسبیدن هست. یعنی چی؟ یعنی احسانت به پدر و مادرت باید از خودت باشه. اینی که من آدم ثروتمندی هستم، 20 تا نوکر و چاکر دارم، راننده دارم، نمیدونم کارگر دارم، در اختیار پدر و مادر قرار بدم، در اختیار پدر و مادر قرار بدم. پدرم فلان چیز نیاز دارد، راننده، اینو بگیر ببر به خانه پدرم برسان. نه، این احسان نیست. اما فکر کنم پدر و مادر بیشتر به با نیاز دارن، به التصاق نیازن. پدر و مادر بچه‌شان رو میخوان، نوکر بچه‌شان رو نمیخوان. پدر و مادر میخوان که توی فرزند بری پیششان. به جنبه معنوی بیشتر از اینجا. الان ما در ماه مبارک رمضان هستیم. چقدر نگونبخت هستن اون بیچاره هایی که پدر و مادری دارند باز همسر و بچه هاشون افطاری میخورن، پدر و مادر تنها افطار میخورن، یا پدر یا مادر تنها افطاری میخورن، یا پدر یا مادر تنها در سحر است. بچه خوب است، زنم خوب است، اما مصدر وجود مادر. ببینید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که بزرگترین مردی که بیشترین مردی که بر همسرش حق داره کی است؟ فرمودند شوهرش. بیشترین مردی که بر زن حق داره شوهرش. بیشترین زنی که بر مرد حق داره مادرش. سبحان الله. بیشترین مردی که بر زنش حق داره، بیشترین زنی که بر مرد حق داره مادر است. حالا من مادر رو بذارم کنار برای رضایت همسر، این نشد هیچ. این نهایت بیوفایی است و این چنین افراد هرگز در زندگیشون موفق نمیشن. چرا؟ چون که یک کسی که مثلا دختر خانومی یا آقا پسری میاد سر جوانی، مست و شیدای غرور جوانی، میاد میپرسه که آقا من میخوام فلان دختر رو بگیرم یا فلان پسر رو بگیرم، پدر مادرم راضی نیستن، چه کار کنم؟ این سوال خودش بیانگر یک قلب بیمار هست، یک ذهن پریشان غیر متوازن هست. برای این کسانی که همچین سوال میکنن اولین سوژه این است که به یک روانپزشک مراجعه کنن. اینو مشکل دارن، به یک درمانگاه به یک عالم دینی مراجعه کنن که قلبشون رو پاک کنه. این پدر و مادری که 20 سال آزگار زندگیشون رو به پای تو گذاشتن، تو رو به این مرحله رسیدن، تو اینها رو میزنی دور میندازی، دنبال یه دختر یا یه پسری میری که نمیدونی عاقبتش چی هست، چه خواهد شد. بیشترین افرادی که به این راه رفتن، دل پدر و مادر رو شکستن، در زندگیشون امکان نداره موفق باشن، امکان نداره. حقوق پدر و مادر از جمله گناهانی است که خداوند خیلی گناهان انسان مرتکب میشه، این سزاش رو روز قیامت میبینه. حقوق پدر و مادر از جمله گناهانی است که سزایش رو طرف باید و حتماً در دنیا ببینه و میبینه. جناب دکتر اگر اجازه بتین در این دقایق و در این لحظات میریم سراغ یک میان برنامه. پس از میان برنامه انشالله پای صحبت‌های زیبای شما خواهیم نشست همراه با بیننده های عزیز و شنونده های گرامی. میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آنها یا هر دوی ایشان در نزد تو به سن پیری رسیدند، کوچکترین سخن ناخوشایندی به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و محترمانه با آن دو سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو ای پروردگارم، همان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند آنان را مشمول رحمت خیش بگردان. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خوب، بینندگان عزیز و گرامی، خدمت شماستیم مجددا با ادامه برنامه هنر رسیدگی به پدر و مادر. جناب دکتر، شما قبل از میان برنامه به چند نکته اشاره کردین و من میخواستم سوال کنم اما نخواستم حرفتان قطع کنم. یکی بود که حالا پسر متأهله که از خود زن داره و فرزند داره، در کشور دیگری در جای دورتر از پدر و مادر است و رسیدگی کرده نمیتونه که به زیارتشان برسه، در خدمتشان باشه، نگران میشه که خب جناب دکتر گفتن باید بری با اونا افطار کنی، باید در کنارشان باشی، باید با ایشان محبت کنی. من که در جای دور هستم و حتی در بعضی اوقات امکانات ارتباط تلفنی هم موجود نداره، من چه کنم؟ ببینید این یک ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، این یک فضل الهی است که خداوند متعال به هر انسانی میده که شایستگیشو داشته باشه. ببینید خانواده‌ای هستن امروز پدر و مادر رو من سراغ دارم که 10 تا بچه دارن یا بیشتر، 12 تا بچه دارن، اما خیلی یکی از این بچه ها نیست. برای چی؟ هر یکی دنبال زندگی خودش در کشوری در فلان رفتن. اختیار فرزندان است. آقا خداوند متعال 2 تا باب بزرگ، 2 دروازه بزرگ بهشت رو در اختیار توی انسان قرار داده. تو اینها رو گذاشتی رفتی اروپا دنبال کار، رفتی فلان جا دنبال زندگی و فلان، انتخابش با خودت بوده است. من به این افراد توصیه میکنم اگر کسی نیست که این پدر مادر رو بهش برسیدگی کنن، برادری ندارن در کنار پدر و مادر، خواهری ندارن، دنیا تو با لگد بزن برو پیش پدر و مادرت که دنیات اونجا خداوند بهت میده، رزق و روزی تو خداوند اونجا بهت میده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی که خواست که خداوند بهش روزی بده، یبارک له فی حیاته و ینسأ فی اثره، زندگیش رو خداوند بهش برکت بده، روزی رو به خداوند متعال بهش بده، فلیصل رحمه، رسیدگی کنه به پدر و مادرش، به خویشاوندانش. این فرصت هست. اما نه، کسی هست که 4-5 تا برادر هستن، بله، افرادی هستند که خواهر برادرانی هستند که به پدر مادر رسیدگی میکنن به احسن وجه.
هستند، رسیدگی نمی کنند. بردار کاسه کوزه تو از هر جا هستی بلند شو برو پیش پدر مادرت یا اونا رو ببر پیش خوده. اگر راضی باشن، پدر و مادر راضی در هستند. هر چی باید پدر مادر رو قلبشون رو به دست بیاریم. پدر و مادر همیشه ادعا میکنند که از فرزندشون راضی هستن. چرا؟ چون که این تحمل این رو ندارن. جبلیست گفته شما. ببینید یه چیزایی هست که اصلا در قرآن کریم ما مثلا هیچ آیه‌ای نداریم که بگه که ای فرزندان به پدر مادرتون رسیدگی کنید. برای چی؟ برای اینکه ما اصلا در زندگیمون هیچ وقت نشده است که حکومت یه قانونی صادر کنه که آقایونی که به همه به اصطلاح هموطنان گرامی باید صبحانه بخورن. همچین قانونی در هیچ کشوری صادر نشده. بله. برای چی؟ برای اینکه هر کسی که گرسنه بشه خودش میره صبحانه میخوره. یه چیز جبلی هست، یه چیز فطری هست. چه وقت ما میایم توصیه میکنیم؟ بعضی وقتا برخی از پزشکان میبینن که بعضی افراد کارمند به صبحانه اهمیت نمیدن، بعضی از توصیه ها میکنن. برای همین برخی از توصیه ها در دین هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پدر و مادرها به بچه‌هاتون برسید، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما باید مسئولیت دارید در مقابل زیر دستانتون. اینا توصیه هاست. چرا؟ اینا برای افرادی هست که احیانا غفلت میکنن، اما کسی که غفلت نمیکنه اون بر جبله و فطرت خودش سیر میکنه. اینه که ما توصیه‌مون به کی است؟ به فرزند برای رسیدن به پدر مادر، چون که فرزند تکلیف انجام میده، مسئولیت انجام میده. بله. و مسئولیت سخت است. پدر و مادر همیشه نگرانند. همیشه پدر و مادر یکی از صفاتشون نگرانی هست. نگرانی از آینده فرزندشون، از مسیر زندگیشون و میخوان که موفق باشه. حاضرند برای موفقیت فرزندشون، همینی که احساس کنند فرزندشون در این شهر نیست، در این کشور نیست، خوش است، با بچه هاش خوش است. من پدر و مادر اگر در هر حالتی باشم میگم من خوبم مادر جان، همونجا باش، خوب هستیم، به من نیاز به تو ندارم، به من دیگران رسیدگیم، همسایه ها هستن، فلان هستن. این نهایت حقوق هست که مادر بگه همسایه ها هستن. تو کجا هستی؟ توی پسری که مادر همه زندگیشو گذاشت. این پدر، هر خانواده چه مشکل داره؟ پدر و مادر جون میکنن به خاطر اولاد، خاطر و این فرزند. اولاد وقتی که پدر و مادر نیاز دارن، ببینید چه وقت من میدونم که من در یک قاعده بذاریم، یه فرمول، چه وقت من میدونم که من احسان پدر و مادر رو به جا آوردم و من موفقم؟ وقتی که پدر و مادر رو این احساس در اونا کاشتم که من نیازمند اونها هستم. سبحان الله. هر وقت احساس کرد پدر و مادر که نیازمند فرزندش هست، هر وقت احساس کرد پدر و مادر که منت فرزند بر سر اون هست، این فرزند هر چه خدمت میکنه باید بدونه که راه به چاه برسه. باید هنر داشته باشیم در رسیدگی به پدر و مادر. مهمترین فن اینه که به پدر و مادر این احساس رو بدید که شما نیازمند اونها هستید. چطور این احساس رو میدن؟ میرم باشون مشوره میکنم، میرم پیششون میشینم. ببینید پدر و مادر خب یه عمری ازشون گذشته، زود فراموش میکنن، زود از کوره در میرن، دست‌زبانی میشن، یک به اخلاقی رو برش تربیت شدن. شاید الان منی که تحصیل کرده شدم فلان شدم نمیاد، یک قصه رو 1000 بار تکرار کردن، باز تکرار میکنن. هنر اینجاست، مسئولیت. ببین و بسیار در مقابل پدر و مادر ما تکلیف داریم. تکلیف همیشه چیز سختی هست، یه مقدار همت میخواد، یه مقدار گذشت میخواد، یه مقدار صبر میخواد. خب ما وقتی که یک کاری رو انجام میدیم چون مکلف هستیم، باید انجام بدیم، باید مشقت تحمل کنیم. خب همین که بشینیم در محضرشون حرفشون رو گوش کنیم، در هر کوچیک و بزرگی مشورتشون کنیم، دلشون رو به دست بیاریم. جناب دکتر شما از واژه هنر زیاد یاد کردین و حتی نام برنامه را هنر رسیدگی گفتیم. و هنر البته موهبت و استعداد خدادادی است، جنبه اکتسابیش شاید کم باشه و نمیتونه هر کس هنرمند باشه. پس اگه هنرمند نبود، هنر رسیدگی
به پدر و مادر فرا نگرفته بود چه قسم فرا بگیره و چه قسم باید هنرمند شود در این عرصه؟ خب بسیار سوال بجایی است. واقعا هم هنر باید به دست آورد. یک کسایی هستند که جبلتاً این رو میگیرن، جبلتاً که نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی محیط جامعه اون رو، یه محیط که هست، البته در این محیط در جهان ما، جهان مسلمان ها خیلی زیاد است، تا حدود بسیار زیادی تا الان این محیط فراهم هست. کسی که بخواد به پدر و مادرش رسیدگی کنه، تا الان ما در کشورمون خانه سالمندان به ندرت یافت میشه. تا الان برو به هر مسجدی که بری سر بزنی، حالا ما تصویر حرم رو داریم، در همین حرم که میری اینجاست که میفهمی که من مسلمون یعنی کی، سرت رو بالا میگیری. در همین جمع غفیر میبینی که ده ها جوون هستن، بله، دست پدرشو گرفته، مادرشو کول کرده یا توی چرخ گذاشته داره میبره. این در هیچ جای شریعت غیر از در بین ما مسلمانان این رو نمیبینی. در هیچ جای دنیا بگین، در هیچ جای دنیا پدر و مادر تا عمری ازشون گذشت به پسران احساس کردن که نیازی به اونها ندارن، یک اردنگی میزنن میندازنش خانه، خارج از خانه. اگر زیاد آدمای خوبی باشن یا خانه بزرگ میبرن تحویل خانه سالمندان میدن. و اگر بسیار گفت شما احسان زیاد هم بکنن، خب یک خانه، یک قصر اگر سرمایه‌دار باشه، امکاناتش بالا باشه، با چند نوکر در اختیارشان میگذاره و خودش شاید سالها هم نبینه پدر و مادر. برای همین است که این جامعه های غربی، جامعه بیمار چی دارن؟ ما که اصلا چیزی به نام بعضی از ما نشخوار میکنن، این چیز دیگه است. اما در فرهنگ ما چیزی به نام روز مادر نیست. در غربی ها روز مادر است. خب اونا روز مادر به خاطری هست جناب دکتر که اصلا وجود مادر وجود ندارن. بله. در یک سال میخوان که به بچه هاشون نشان بدن که یک موجودی هست به نام مادر. به نام مادر. مثل اینکه ما بذاریم یه روزی رو روز مثلا کرگدن. خب کرگدن چی هست؟ خب بچه ها نمیدونن. یه روزی در سال چون وقت نمیشه، زندگی مشغولیت داریم فلان است، بچه ها رو ببریم باغ وحش، بهشون نگاه کنیم، اینو کرگدن میگن. برای این روز اسمشو کرگدن گذاشتیم. در همون غرب روز پدر نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیشتر 80% ملت نمیدونن پدر دارن یا ندارن. پدر رو نشناختن. برخی جناب دکتر در عین حال در جوامع اسلامی بعض جوانا میگن ما احترام داریم، تقدیر داریم، رسیدگی میکنیم به پدر و مادر، اما میخوایم از این روز به صورت ویژه تر، به شکل خاصتر ما از پدر و مادر تجلیل کنیم و برشون تحایف و هدایا اهدا کنیم. خودش اینیه که یه مشکل هست. یعنی شما دارید میگید که من دارم به پدر و مادر میرسم، اما رسیدگی من به پدر و مادر 80 است. یه روزی رو من گذاشتم که 100 بکنم. پس شما خلل دارید. چرا هر روزت 100 نیست؟ چرا هر روزت رسیدگی به پدر و مادر نیست؟ ببین پدر و مادر این وقتی میگیم فن هست، واقعا فن هست. این هنر رو چطور ما کسب کنیم؟ ببینید مهمترین نقطه‌ای که بهش اشاره کردیم، بازم تاکید میکنم روش، اینه که وقت ما به پدر و مادر این احساس رو در اون بکاریم، در اونها زنده کنیم که ما نیازمند اونها هستیم. همین طرفی که اینجا پدرش رو گرفته رو کولش رو میبره به حج یا به عمره، باید در دل همین پدر و مادر بکاره که من نیازمند شما هستم. من نیاز به دعای شما دارم، نیاز به خدمت شما دارم. خدا شما رو جزای خیر بده. والله اگر همین اصرار شما نمی بود، این فرصت برای من میسر نمیشد. نمیتونستم بیام حج. شما منو آوردید به حج. کی آورد؟ جوان بلندش کردم. اما میگه نه پدرم تو منو آوردی، مادرم تو منو آوردی. مادر جان چطور است که بریم طواف کنیم؟ ای خدا جزای خیرت بده که منو آوردی به طواف. بهش احساس بده که نیازمند اون هستی، میخوای یه کاری بکنی. تو خب میدونی که مثلا پدرت نمیده، اصلا به این مرحله پدر افت کرده، ذهنش کار نمیده. اینی که شما بیایید یک پروژه اقتصادی که شما میخواید مطرح کنید، این رو با پدرت مشوره کنید. فن داشته باش، فن داشته باش. بابا جان من اون فروشگاهی که در
خیابون فلان داشتم، بله. این رو چون که میدونستم که شما خوشتون میاد که کارم گسترش پیدا کنه و فلان، با اجازه شما من اون رو یه جوری به اصطلاح مطرح کردم، یه جوری به اصطلاح میفروشم که در فلان جا 3 تا فروشگاه دیگه بزنم فلان کنم، میدونم که شما میخواستید، به خاطر شما این کارو کردم. پدر احساس کنه که این پسر مال منه، نیاز من داره در همین مسائل به من مشوره می. این یه فنش هست. یه فن دیگه فن مقام هست که همیشه ببینید خداوند متعال فرمودن، خداوند مقام پدر و مادر رو چقدر بلند کردن. و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه، عبادت خداوند متعال و بالوالدین احسانا. بعد از اون مقام رسیدگی به پدر و مادر بعد از مقام الهی است، بعد از مقام توحید الهی است. خب ببینید ما رو خداوند امر کرده واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. بال جاش کجا هست؟ وقتی که بسته است، مرغ ایستاده است، ما نمیگیم بال، میگیم پر. بله. وقتی که در اون کرانه های آسمان هست میگیم جناحش، بالاش باز هست. این عقابی که در اون کرانه ها هست، من و توی جوون هستیم. خداوند متعال به من و توی عقاب جوونی که در کرانه ها پرواز میکنیم میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. بیا اینجا دیگه پرواز نکن، بنداز زیر پای پدر و مادر. تویی که اونجا هستی، این بال غرور و بال شخصیت و بال جوونی، این رو بذار زیر پای پدر و مادر. از آن برج عاجی یا از آن بلند منزل پایین بیا، زیر پاشون، که بهشت زیر پای مادران هست. طرف اومد که یا رسول الله جهون است، قدرتمند، میرم جهاد در دفاع از اسلام نیاز داره. میگه پدر مادرت هستن؟ بله. فرمودند که فجاهد ففیهما فجاهد. ببینید ففیهما فجاهد یعنی چی؟ عجیب. یعنی جهاد کن در اونا. چی جهاد کنم؟ چی گونه جهاد کنم؟ جهاد یعنی کار ساده ای است. ما خب جهاد مفهومش چیست که باید در میدان کارزار بریم، در مقابل دشمن قرار بگیریم، بکشیم یا کشته شویم. احسن. و اینجا در مقابل پدر و مادر شما در میدان کارزار هستید. در میدان کارزاری که کشته نمیشی جناب دکتر، نفست رو باید بکشی. در این میدان کارزار 1000 تا دوست هستند که به شما میگن بیایید بریم پیکنیک، بریم فلان، بریم علان. هستن خواهشات خودت هستن نیازهای خودت هست. همه اینها رو سر میزنی با شمشیر اطاعت پروردگار متعال که در مقابل این پدر و مادر خاک پاشون بشین. ببینید یه چیزایی هست که اصلا در تصور ما نیست. اگر من امروز میشنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه هست، صحابه افر مؤمنان چه کار میکردن؟ جان میدادن تا خودشان رو به مدینه برسانن دست در دست رسول الله در کنار صحابه. من و شما نوعی از آخرین روستای شمال ایران یا آخرین روستای بدخشان افغانستان یا نمیدونم فلان جای فلان کشور، خوجند در تاجیکستان و نمیدونم فلان کشور اروپایی و شرقی و آفریقایی بلند میشیم میریم کجا؟ مدینه. چرا؟ اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم در روضه مبارک هستند، میاییم مؤدبانه می ایستیم میگیم السلام علیک یا رسول الله. الان در اون زمان چه شوقی بود مؤمنان رو؟ همه میرفتن. یک جوون مرد این فضیلت صحابه شدن رو فدا کرد به مقابل چی؟ خدمت مادرش. یک جوون مردی بود به نام اویس از قرن. بله. در اون مناطق بسیار دور افتاده یمن این جوون مادر پیری داشت، خدمت اون مادر رو میکرد. دلش در مدینه پیش رسول الله بود، اما مادر فضیلت صحابی بودن رو از دست فدا کرد برای خدمت مادر. در حال اویس در عهد پیامبر میزیست. در عهد پیامبر بود.
شوق داشت که و میتونست که برسه. خیلی ها از رفیقاش دوستاش رفتن پیامبر رو دیدن، امروز اسمشون صحابی هست، ایشون نیست صحابی. این فرد رو ببین، رسول خدا صلی الله علیه و سلم ازش خبر میدن. یعنی چی؟ یعنی خداوند به جبریل قصه اویس رو گفت که برو به پیامبر من بگو که همچنین فردی هست که مقام صحابی بودن رو فدا کرده از برای مادرش. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه میگن که اگر کسی به کی؟ به ابوبکرها، به عمرها، به عثمانها، به علیها، به مبشرین بالجنت، اینایی که بشارت هیچ غم ندارن اصلا، بشارت مجد جنت ما در دارن. دنیا چیز جناب دکتر؟ بهشت رسید، کسب رضایت الله و دخول بهشت. اونها به بهشت مجد داده شده بودن، نیازی نداشتن اصلا. به اونها که خداوند متعال در وصفشان فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از شما خوشنود است و شما رو از خودش خوشنود کرده است و میکنه. خب به اینها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یک فردی هست از اویس از قرن، اگر این رو کسی از شما دید این مستجاب الدعاست. علتش دلیلش همین مادر، رسیدن به مادرش این مستجاب الدعاست. اگر این رو دیدید از این بخواهید که براتون دعا کنه، استغفار کنه. صحابه مشتاق بودند که این فرد رو ببینن، تا اینی که تمام دنیا مشتاق صحابه شدن هستند و صحابه مشتاق دیدار با اویس هستند. تا حضرت عمر این رو دید، اومد همون صفاتی که پیامبر دیدن. عمر کی است؟ عمر میزان ترازوی اسلام. عمر یعنی ترازوی اسلام، عمر یعنی فاروق، عمر یعنی کسی که در راهی که عمر میره شیطان در اون قدم نمیزنه. عمر یک ترازویی هست که تا روز قیامت هست. ویژگی عمر بر خیلی از صحابه این است که تا روز قیامت اگر خواستی که بفهمی فلانی بر حق است یا بر باطل، اون رو بذار در ترازوی عمر، برو ازش بپرس عمر در پیش تو چه جایگاهی دارد؟ گفت که والله من ازش بدم میاد، پس بدون که این شیطان است، چون که عمر و شیطان در یک راه نمیرند. گفت که نه والله عمر تاج سر من هست، عمر رفیق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، مژده بهشت داره، پدر خانم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اون وقت میفهمی که این فرد از اهل عمر هست، از در ترازوی عمر در فاروق فرق کننده حق و باطل است، پس میفهمی که این بر حق است. این عمر میاد پیش اویس قرنی، از اویس قرنی خواهش میکنه که برای من دعا کن. عجب. اینه قضیه رسیدن به پدر و مادر. پدر و مادر درهای بهشت هستن. اینه که فنی که ما میگیم حفظ مقام، اینه که همیشه در مقابل پدر و مادر پایین باش. اگر تو شدی عالم الدهر، تو شدی پادشاه، تو شدی هر که، پدر و مادر از یک روستایی بی سواد هستن، باید احساس کنی که اونا تاج سر تو هستن. باید در مقابل اونها کوچیک بشی، در مقابل اونها جناح الذل من الرحمه بذاری پایین. یکی از صالحان حسن بصری کسی است که در بیت نبوت تربیت شد. این شخص رو کسی اومد گفت که من قرآن حفظ میکنم، با دوستام قرآن میخونم، مادرم شام درست میکنه، منتظره که من برم با شام بخورم. حالا درس قرآن رو کنار بذارم برم پیش مادرم یا درس قرآن رو بخونم؟ فرمودن که شما برید با مادرت شام بخوری، نه از درس قرآن. پیش من از اینی که بری حج بکنی، حج نافله بکنی، این با ارزش داره. رفتن به حج نافله اینقدر با ارزش نیست که شما بشینید با مادرت شام بخوری دلش رو به دست بیاری. صالحان و نیکان و از سلف صالح یک دانشمند بزرگی بود. سلیمانی دانشمند بزرگی بود، در مسجد درس میداد. مادرش که اهل علم بوده، زن روستایی بیچاره، هم غمش چی است؟ مرغا رو غذا دادید یا ندادید؟ می اومد صدا میزد سلیمان بلند شو مرغا رو دانه بده.
این از سلیمانی جلوی که کتاب قرآن و از جلوی کتاب حدیث بلند میشد، شاگردا رو میذاشت در مسجد، میرفت به مرغا غذا میداد. هدف مسئله غذا دادن به مرغ نیست، مسئله بر و نیکویی به مادر است. این یک فن بسیار بزرگی هست که باید این رو ما هر یکی ما داشته باشیم. در ببینید بعضی از صالحان میگن که آقا نگاه کردن، تلخ نگاه کردن در صورت پدر و مادر این عقوق هست. خداوند متعال میفرماد ولا تقل لهما اف. اف چی هست؟ اف آقا یک نفس کشیدن است. یک نفس کشیدن، هوا رو بیرون دادن. و این رو ما همیشه انجام میدیم، نفس میکشیم. همین اوف، یعنی الان ما اینجا میشینیم من این کارو میکنم، یک چیز طبیعی است. این اینقدر کوچیک و بی اساس و بی ارزش هست پیش ما، اما خداوند متعال اگر در زبان کلمه نرمتر از اف می بود اینجا میگفت اون کلمه رو، ولا تقل لهما اف. نه اینکه در رو روی صورتشون ببندی، نه اینکه نمیدونم معصیتشون کنی، نه 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 نه. لا تقل لهما اف یعنی چی؟ یعنی اینی که مادر یا پدر از شما کاری خواستن، شما انجام میدید اما با عشق و علاقه انجام نمیدید. انجام میدی که دیگه چه کار باید کرد؟ نه، پدر و مادر هستن، پدر و مادر مجبورم. نه، چرا که پدر و مادر خیلی زرنگ هستن. پدر و مادر خیلی این رو درک نمیکنن. عاطفه پدر و مادر، خب این عاطفه‌ای که در من و تو هست، این احساسی که در من و تو هست، اون تار و پودش رو مادر بافته، پدر بافته. فکر نکن وقتی که شما میایید برای مادرت لبخند تمساح میزنید، دروغکی لبخند میزنید، اون نمیفهمه که این دروغی است. لبخندی که میزنی، سلامی که میدی، اگر پر از محبت و عشق نباشه، مادر احساس میکنه، پدر احساس میکنه. اینه که باید این کار خدمت اونها میکنی باید با عشق و عاطفه باشه. این یه موردش. مورد دیگه از هنرهایی که به پدر و مادر باید برسی اینه که هرگز در مقابل پدر و مادر خودنمایی نکن. هرگز این رو نشون نده که مثلا پدر و مادر شما در اشتباه بودید، بله دیگه من که دانشمند هستم، من هستم فلانم، من اصلاحتان کردم. پدر و مادر چیزی میگن شما خلافشون رو میکنید. ببینید حالا برخی ها میگن، جناب دکتر میگن اگر پدر و مادر اشتباهی میکنن، اشتباهیشان به شکلی یا به گونه‌ای باید برشان برسانی یا بازگو بکنی، پیام برسانی که شما اشتباه کردید. هنرش در همین است. هنرش این است که وقتی اصلاحشان میکنی طوری اصلاح کنی که اونها احساس کنن اونها شما را اصلاح کردن. ببینید پدر و مادر گفتیم که اصلا یکی از ویژگی های پدر و مادر نگرانی هست. نگرانی از آینده فرزندشون، نگرانی از موفقیت هاشون، نگرانی از زندگیش و در عین حال نگرانی این خیلی مهم است از اینی که مبادا من پدر یا مادر کاری بکنم که از دل بچم کنار برم. این خیلی مهم است. جناب پدر دکتر مادر وقتی برنامه از 5 دقیقه بیش نمانده و فکر کنم که اگر در ارتباط و هنر رسیدگی به پدر و مادر هرچی بگین هنوز هم کم است، اما میخوایم در این دقایق باقی مانده به کسایی که یه عرصه یا این زمینه هنرنمایی و هنرمندی از دستشان رفته، پدر و مادر رفتن دیگر در دنیا نیستن، آیا برای از اینها هم فرصتی هست که هنرنمایی کنن بعد از رفتن پدر و مادر، بعد از درگذشت ایشان؟ از رحمت الله تعالی بر ما بندگان این هست که یک نعمتی به ما داده، نعمت پایدار. نعمت پدر و مادر یک نعمت پایدار هست. 2 دروازه ای از بهشت هستند که اگر از آنها وارد بهشت نشدی نفرین شده پیامبر هستی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نفرین کردن. کی رو؟ حضرت جبریل نفرین کرد
پیامبر آمین گفتن. کی رو؟ اون کسی که پدر و مادر یا یکی از اونها در زندگیش بود و از راه اون به بهشت نرفت. خب حالا رفتن، این دروازه بسته شد، نه، این از رحمت الله تعالی است. طرف اومد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسید که حالا که پدر و مادرم نیستن من میتونم به اونها نیکی کنم؟ فرمودن بله. نیکیشون اولین موردش همین که رفتن نماز بخونی برای اونها، یعنی در نماز جنازهشون شرکت کنی و نشون بدی که هستی، همه بدونن که این فرزند فلانی است، اگر حقی چیزی بر پدر مادر هست از کی مطالبه کنن. و دعا برای اونها دعا کنیم، دعا و عبادتی که برای اونها اجر بیاره. یکی از موارد چی هست؟ رسیدگی به اون ارحامی که از غیر از پدر و مادر به اونها نمیتونی برسی. یعنی یک دوستای پدر داشت، خیشای دوری پدر یا مادر داشتن که پدر و مادر به اونها احسان میکردن، پدر و مادر با اونها زندگی میکردن، سلام و دعا داشتن، محبت داشتن، محبت داشتن، دیز و بازدیز میکردن، شاید هیچ خیش نباشن اما چون این رفیق پدرم بود بهش باید برسم. این رفیق مادرم بود، در زمان مادر میامد خونه ما، باید به این برسم. وقتی من به این میرسم چه اتفاقی میفته؟ همه میگن که با روح فلان کی است که میاد مثلا اینقدر به شما رسیده میکنه؟ میگه خدا بیامرز پدر این رو، این پدرش رفیق مدرسه ما با هم درس میخوندیم، رفیق ما بود. مادر این به اصطلاح همسایه ما بود، ما رفت و آمد داشتیم. الان این کجاست؟ این در یک کشوری دیگه است، در یک شهر دیگه است، اما تلفن میکنه که خاله جان چطور هستید؟ خوب هستید؟ سلامت هستید؟ همیشه وقتی که یاد مادر میکنم یاد شما به ذهنم میاد، به شما یه تلفن میکنم از احوالشون، خوب هستید؟ سلام، چه خدمتی میتونم بکنم؟ همین که مردم میگن خدا بیامرز پدرشون، خدا بیامرز مادرشون. این باعث شد موجبات درود فرستادن و رحمت فرستادن پدرش یا مادرش چی شد؟ باعث شد. در یکی از روایات اومده که حضرت موسی از خداوند پرسیدن که من چطور از شما خدا چیزی بخوام که رد نشه؟ فرمودن که منو بخوا دعا کن با اون زبانی که معصیت من رو نکردی. چه قسم؟ یعنی با زبانی منو بخوا که با اون گناه منو نکردی. کی هست که زبانی داشته باشه که گناه نکرده؟ گناه نکرده. این جوابش کجاست؟ یعنی دعا کن بخوا بر زبان دیگران. من بر زبان شما معصیت خداوند نکردم، اگر کاری بکنم که شما برای من دعا کنی این دعا رد نمیشه. وقتی که من کاری کردم که اطرافیان برای پدر مادر من دعا کردن این دعا رد نمیشه، چون که من با اون زبانها معصیت خداوند نکردم، هرچه انسان بدی باشه. پس باید فرزند صالح باشه تا مردم دعا کنن بر حق پدر و مادر. خداوند پدرت بیامرزه، خداوند مادرت بیامرزه، خداوند کسی را بیامرزه که تو را تربیت کرده این گونه. و یکی از واجبات دیگه که هم به اصطلاح مهم هست رسیدن به عهد و پیمانی که پدر مادر گذاشته. پدر رفت 5 تا دختر ازدواج داده، 6می مونده است. گفت که پسرم مواظب خواهرت باش، این عهد است. پسرم من فلانجا قرضی دارم، پسرم من فلان بنده خدا بر من حقی داره، این عهد است. رسیدگی به این از واجبات هر فرزند است که از این راه در واقع صله پدرش رو به جا میاره و میتونه وارد بهشت بشه. پدر اوسط و ابواب الجنه، بهترین و بزرگترین دروازه بهشت پدر هست و مادر زیر پاش بهشته. جناب دکتر، وقت برنامه امروز لحظه های آسمانی به پایان رسید، اما صحبت درباره پدر و مادر فکر کنم که اگر 10 ها برنامه هم بریم به پایان نمیرسه. اما خوشها به حال کسانی که سرمایه‌دار هستند. سرمایه‌دار معنایش خودتان خوب میفهمین. کسی سرمایه‌دار است، کسی امکانات داره که پدر و مادرش در قید حیات هستند، زنده هستند و میتونه که از طریق از اونا وارد بهشت شوه. و به کسانی که مانند ما پدر و مادرشان از دست دادن، چنانچه دکتر توصیه کردند، حسب راهنمودهای پیامبر اسلام میتونه که حتی بعد از درگذشت از اونها به حق
با دوستای از اونها، با خویشاوندا، با اقربا خوبی بکنه و رضایت پدر و مادر به دست بیاره و موجبات فرستادن رحمت و آمرزش بر اونها را فراهم بکنه. خب بیننده های عزیز، وقت دیگری باقی من نمانده. من در پایان از جناب دکتر نور محمد عمرا جهان سپاس دارم که در این برنامه حضور یافتن و در ارتباط با پدر و مادر صحبت کردن. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما را پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر. سلام علیکم.